تو مدرسه به ما کسی یاد داد چک چیه؟ هرگز. کسی به من گفت قبض آب یعنی چی؟ کسی به من گفت تراول توی کردیت کارت به چی میگن؟ حساب سپرده چیه؟ تو از زنت باید چه انتظاراتی داشته باشی؟ پدرت چه حقی به تو داره؟ به من یاد دادن نمیدونم یک بر روی چه میدونم تانژات میشه گودانژات. خیلی خوب، اونم خوبه، من نمیگم اون بده. چیزهای حیاتی تری رو کسی به من نگفت. درست. اصلا کسی به من نگفت رأی گیری یعنی چی؟ رأی دادن. چرا باید رأی بدن؟ کیا باید رأی بدن؟ به کجا باید رأی داد؟ رأی که میدن چی میشه؟ چه تأثیری در سرنوشت من داره؟ بله. هیچ وقت مدرسه اینا رو من یاد ندادم. ولی اگر این محتوای درسی رو بگه بابا جان شما میخواین مسافرت برین چجوری باید برین؟ از آژانس چجوری باید بلیط گرفت؟ پاسپورت به چی میگن؟ کی باید پاسپورت داشته باشه؟ ویزا به چی میگن؟ تویی که بعدن میشه 20 سالت بخوای بری کشور خارج درس بخونی چجوری حرف بزنی؟